میگن جوانان آینده سازان یک سرزمین هستند. این جوانان هستند که میتونن بال بر پرواز یک سرزمین باشن و جوانان میتونن یک سرمایه بی‌بدیل برای یک کشور، برای یک اجتماع باشن. خوشبختانه ما امروز دو جوان را دعوت کردیم. ماشاءالله در چند بخش فعال هستند، کار میکنن و دستاورد دارن. از به چاپ رساندن کتابشان آغاز میشه تا رسامی و خیلی از مفکوره های تازه که به خاطر رشد و بالندگی یک سرزمین انجام دادن. امروز صحبت می داشته باشیم همراهشان و تمام مواردی که بر فکرشان دارن و عملا انجام دادن صحبت می داشته باشیم. خوشبختانه از این بیگجان فروتن و فرهاد جان نیکزاد، دو دوست بسیار خوب ما، دو برادر عزیز ما که گفتنی های بسیار زیاد داره. شما هم تا پایانی بخش در کنار ما باشین. عظیم جان خیلی خوش آمدید، صحبت بخیر. ایرور کنگلوم پریشان تا کیرلدم دیارم دن، ایرور کنگلوم پریشان تا کیرلدم دیارم دن، دیارم یوق که یارو خمگسارو آشنایم دن، کزم نمناک سینم چاک بغرم تا بتا قندر، قچان کیم ایرلیب من اول نگارو گلزارم دن. سلام علیکم بر شما گرداننده موفق تلویزیون آرزو منیر جان و سلام گرم خود به دوست عزیزم فرهاد جان تقدیم میکنم و بالاخره به تمامی ملت غیور افغانستان که در این لحظه از تلویزیون جهانی آرزو ما را بیننده می باشند و همچنان به فامیل عزیزم، خیلی به پدرجان و مادرجانم که در تمام عرصه های زندگیم حامی خیلی قوی ما بودن، سلام های گرم خود تقدیم میکنم و امیدوار هستم که یک صبح خیلی خوب و پر از خوشی و پر از لبخند آغاز کرده باشیم. ان شاء الله همی که خودت همه دوستا میبینن مثل ما که در شروع برنامه هم گفتم خیلی انرژی های خوب بر ما بخشیدین، همه تو فامیل و تمام دوستایی که شما رو میبینن مطمئن هستم انرژی های بسیار خوب میگیرن. از این برنامه رو بگو که خیلی کار کردی، کتاب نوشتی و در چندین بخش فعالیت داشتی. امروز میخوای تمام این فعالیت های را به تصویر بکشی، لایف همیال همه هموطنا خودت میبینن. میخوایم احساس تا بفهمم. تشکر. من امروز خیلی یک احساس خوشحالی دارم به خاطر از اینکه در جریان خیلی سالهایی که ما زحمات خود را کشیدیم و امروز میخوایم تمام زحمات کشیده خود را و تمام دستاوردهای خود را بر هموطنان عزیز خود میخوایم اونا را یعنی ببینن این زحمات را که ما کشیدیم و همچنان و ما به خاطر از این هستیم که اینجا به جوانایی که امروز ناامید شدن امید بدیم و انشالله خداوند موفق ما داشته باشه و من امروز خیلی احساس خوشحالی دارم. بسیار گپ نیک است واقعا، هم خودت احساس خوشحالی داری و هم مطمئن هستم خانواده و دوستایی که خودت میبینن. فرهاد جان خودت هم خیلی خوش آمدی، صحبت بخیر. به نام یاد خدا. خیز صبوحی کن درد دی سلا، خیز صبوحی کن و درد دی